از حدود ناحیه شهرنو دریای قره‌طاق و کانال کلان حصار می‌گذرد. برای بخف گرداندن ساحل کانال و دریاها مسئولین کاری خود را از فصل تیرما آغاز نموده تا امروز ادامه دارند. امروز زیاده از 10 تکنیکای پر اقتدار و автомاشین‌های بارکش به کارهای ساحل مستحکم کنی سفربر کرده شدند. مطابق نقشه چهاربینی‌ها همین سال در ساحل دریای قره‌طاق زیاده از 300 متر ساحل را ساحل بندی کردیم با کمک صاحبکاران، با کمک اداره اعصاب خدمت آبرسانی در جماعت شهرک شهرنو، در جماعت شهرک ترسونزاده قسما 50 متر ساحل چپ دریا مستحکم کردیم. در عین حال کارها ادامه دارد. حرکت میکنیم که همین موسم سیل بارانها در ناحیه نقض گذرد، به خوف گذرد، زمین‌های امین داریم، خلق ضرر نبیند. موافق معلومات ستاد عاید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی ناحیه شهرنو یک چند منطقه خوفناک موجود است که تا امروز توسط تکنیک‌های پراقتدار کارخانه کارکرد قم مشغل، اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری و تکنیک‌های شخصی در اکثر موضع‌های معین شده مجرای آب معین و ساحل‌ها مستحکم کرده شدند. امروز در ناحیه تمامی قوا و واسطه‌ها در حالت آمادگی قرار دارند و از آن جمله زیرنظام‌های وظیفوی و زینوی نظام یگانه دولتی عاید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده شعبه کارهای داخله، مؤسسه نظارت دولتی راههای اتومبیلگر، اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری و تمام نظام‌های زینوی جماعت‌های شهر و دهات عاید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده امروز آماده هستند و اینچنین بهر پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده امروز در ناحیه طبق فرمایش رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده ما امروز گروه‌های نجات دهندگان اختیاری را در بین اهالی آماده کرده ایستاده‌ایم و در این سمت باوری کامل داریم که در همه گونه حالت‌های فوق‌العاده آنها سفربر می‌شوند. مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه شهرنو نیز در ساحل دریا و کانال‌های منطقه در کارهای ساحل مستحکم کنی با جلب کارخانه و تشکیلات، جماعت‌های دهات و صاحبکاران سهمگزار می‌باشند. نوبتدار هر شب مؤسسه هست، تکنیکما آماده است، تیار است. همون شبی که باران سخت شد تکنیکما ما پررا برآمد همش. یگان حالت صدمه‌آور نشد. مقصد ما پیشگیری حمایت اهالی همین ناحیه شهرنو از خوف‌های وای با سر وقت برطرف کنیم و یگان حادثه‌های ناخوش نشود. تجربه سالهای پیشین نشان می‌دهد که بلند گشتن سطح آب دریاها به خواجگی‌های خلق مخصوصاً زمین‌های کاران اثرات وارد می‌سازد. از این خاطر ساختارهای مسئول مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو نقشه دارند که جهت پیشگیری آفت‌های طبیعی کارهای ساحل مستحکم کنی را باز هم بیشتر وسعت بخشند.